اگه تا آخر این ویدیو همراه من باشی میخوام در مورد اشتباهاتی که خیلی از تازه مهاجرها در آمریکا مرتکب شدن و چطوری میتونیم ازشون دوری کنیم رو بهت میگم. پس با من همراه باش. سلام رفقا، به کانال پرژی امریکن خوش آمدین. من اینجام تا بهتون کمک کنم مسیر مهاجرت و زندگی در آمریکا رو با خیال راحت‌تری طی کنین. اگه تازه اومدی آمریکا یا حتی هنوز توی مرحله برنامه‌ریزی برای مهاجرتی، این ویدیو مخصوص توه. میخوایم در مورد چند تا از اشتباهاتی حرف بزنیم که خیلی از ماها وقتی تازه وارد آمریکا میشیم ناخواسته انجامشون میدیم. اشتباهاتی که شاید کوچیک به نظر بیان ولی میتونن روی زندگی، کار و حتی آیندهمون توی این کشور تاثیرات زیادی بذارن. بریم با هم ببینیم چیا هستن و چطور میتونیم ازشون دوری کنیم. اشتباه اول، نداشتن برنامه مالی. خیلی‌ها وقتی میان آمریکا مخصوصا تو ماهای اول چون درآمدی هنوز ندارن یا درآمدشون کمه شروع میکنن خرج کردن از پس‌انداز یا کمک‌های دوستان و خانواده. ولی چون هنوز با قیمت‌ها، قبض‌ها، هزینه‌های زندگی و سیستم مالی اینجا آشنا نیستن، ممکنه بدون اینکه بفهمن دخل و خرجشون به هم بخوره. مثلا یکی از دوستان وقتی اومد آمریکا چون هنوز کار نداشت شروع کرد به خرج کردن از پولی که با خودش آورده بود. فقط هم به خاطر اینکه نمیدونست قبض برق و اینترنت و موبایل تو ماه بعد چقدر میشن. نصف پولش رفت تا خرجای بی برنامه بشه. پس پیشنهادی که میکنم همون اول حتی با درآمد کم یه بودجه ساده بنویس. از اپ‌های مثل مینت یا اوری دلار استفاده کن که رایگانن و کارت رو آسون میکنن. اشتباه دوم، عجله در خرید ماشین یا وسایل غیر ضروری. آره خب ما ایرانی‌ها خیلی وقت دوست داریم همه چی رو کامل و مرتب داشته باشیم. ولی واقعیت اینه که تو ماهای اول مهاجرت خرید ماشین صفر یا وسایل لوکس ممکنه فشار مالی زیادی بیاره. دیدم کسی که با ویزای دانشجویی اومده رفته قسطی ماشین گرون گرفته، آخرش نتونست قسطاشو بده و ماشینش ازش گرفتن. پیشنهادی که بهتون میکنم اگر به ماشین نیاز داری یه مدل اقتصادی و دست دوم بگیر. از اپ‌های مثل کارفکس کمک بگیر تا مطمئن بشی که یه خرید خوب انجام دادی. اشتباه سوم که اهمیت زیادی هم داره، بی‌توجهی به وضعیت قانونی و مهاجرتیه. بعضیا اونقدر درگیر کار و زندگی جدیدشون میشن که یادشون میره ویزاهاشون تاریخ داره یا فرم‌های مهاجرتی باید پر بشه. یکی از بچه‌ها به خاطر اینکه تمدید ویزاشو دیر انجام داد یه جریمه سنگین خورد، حتی مجبور چند ماه از کار کناره‌گیری کنه. پس حواسمون باشه حتما یه تقویم دیجیتالی یا کاغذی برای خودمون تهیه کنیم. تاریخ‌های مهم مثل تمدید ویزا، اپلیکیشن‌های گرین کارت یا هر نوع اقامتی که داری رو درست کن، توش بنویس و از سایت uscis.gov اطلاعات رسمی و دقیق رو بگیر و حواست به تاریخ‌ها باشه. اشتباه چهارم، نترسیدن از زبان. بزرگترین ترس خیلی‌ها تو روزهای اول همینه. میگن اگه نتونم درست انگلیسی حرف بزنم چی؟ ولی واقعیت اینه که هیچ کس از اول کامل نبوده. من خودم روزهای اول از جواب دادن به تلفن میترسیدم، ولی کم کم با تمرین و اشتباه کردن راه افتادم. پس نترس، تو هم میتونی، هممون تونستیم. پیشنهادی که بهت میکنم از اپ‌های آموزش زبان انگلیسی مثل دولینگو استفاده کن که عالیان برای تمرین لهجه و مکالمه. حتی میتونی با زدن به دل کار روز به روز بهتر بشی. پس نترس، برو جلو. اشتباه پنجم، تنها موندن و دنبال جامعه نبودنه. خیلی‌ها از جمع فرار میکنن چون فکر میکنن باید همه چی رو خودشون تنهایی پیش ببرن. ولی باور کن جامعه داشتن تو غربت یه نعمته. دوستی داشتم که به خاطر آشنا شدن توی یه مراسم ایرانی یه موقعیت شغلی عالی گیرش اومد. از اپ‌هایی مثل میتاپ یا نکستور میتونی کمک بگیری، هموطن‌ها یا آدمایی که اطرافت هستن رو پیدا کنی که علاقه‌های مشترکی دارین. اگه هنوز اول راهی و حس می‌کنی همه چی سخت و گیج کننده است، کاملا طبیعیه. برای همه همینطوره. این راهی نیست که کسی بدون اشتباه طی کرده باشه. اکثر ماها این اشتباهات رو انجام دادیم. پس من توی این ویدیو خیلی خلاصه بهت گفتم اشتباهاتی که ما تجربه کردیم و خیلی از آدمای دیگه ممکنه تو با این ویدیو انجامش ندی. مهم اینه که ادامه بدی، سوال بپرسی، کمک بخوای و هر روز یه قدم کوچیک جلو بری. یادت نره تو تنها نیستی. ما همه این راهو با چالش‌های خودمون اومدیم. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. اگه فکر می‌کنی این نکات به دردت خورد یا کسی رو میشناسی که ممکنه براش مفید باشه، حتما براش بفرست. اگه تو هم تجربه‌ای از اشتباه یا درس مهمی از مهاجرتت داری توی کامنت‌ها برام بنویس. شاید حرف تو بتونه به یه نفر دیگه تو این مسیر کمک کنه. و لطفاً لایک یادت نره. اگه هنوز سابسکرایب نکردی الان وقتشه. من ویدیوهای بیشتری توی همین سبک آماده دارم که مطمئنم به کارت میان. تا ویدیوهای بعدی از طرف پرژی امریکن با یه دنیا عشق و انرژی، بدرود.